سلام دوستان، با کانال نکاتوپ خوش آمدید. شاید فکر کنید که سگ‌ها بهترین دوستی انسان‌ها هستند، اما در جهان حیوانات زیادی هستند که به یاری انسان می‌شتابند. همچنین برای نجات جان دیگر حیوانات نیز کوشش می‌کنند. در این ویدیو شما صحنه‌های قهرمانی حیوانات گوناگون را در گوشه و کنار دنیا خواهید دید و حیران خواهید شد. برای دلگرمی ما لایک ماندن را فراموش نکنید. دوستان، امروز با شما یک خبری بهترین داریم. شرکت ازیا مارکت طول چند ماه شد که با ما همکاری میکند و به مشتریان خود تنها داروهای گیاهی و ارگینال را پیشکش میکند. شرکت ازیا مارکت تصمیم گرفته است که به خاطر فرارسیدن نوروز از امروز سر کرده تا 22 مارت در همه داروهایشان 15% تخفیف اعلام کند و اکنون شما امکانیت دارید که همه داروهای ازیا مارکت را با تخفیف 15% خریداری کنید. نمرها در روی اکران زنگ زده از نام کانال ما سلام رسانید و این امکانیت را از دست ندهید. در این صحنه شما توتی را می‌بینید که ظرف خوراک خود را به قاب کرده است و به سگ خوراک داده ایستاده است. در این صحنه خرسکی کم تجربه را می‌بینید که بالای درخت برآمده است و از آنجا فرآمدن نمی‌تواند و خرس مادر این گونه فرزندش را نجات می‌دهد. میمون کوچکی که در آب افتیده است و از آنجا برآمدن نمیتواند. نزدیک است که در درون آب غرق شود، ولی میمون که در آن نزدیکی میگردد صحنه را دیده زود او را از آب میبرارد. اینجا پرنده به آب افتیده است و یک گریلا او را از آب میبرارد و از مرگ نجات میدهد. ماهی که از آب بیرون افتاده است جان داده ایستاده است. دل این سگ را میسوزاند و این سگ حیات دوباره را به ماهی میبخشد. همان صحنه دوباره تکرار می شود، اما این دفعه سگ به ماهی خردتر یاری می رساند و سبب نجات او می شود. سگ‌ها حیوانات باهوشی هستند. به این صحنه نگاه کنید که این سگ با این کارش کوشش می‌کند جان ماهی را نجات دهد. اینجا صحنه نبرد تیمساح و گربه را می‌بینید. تیمساح با این اندازه کلانش شکست را قبول کرده از میدان نبرد می‌گریزد. این صحنه در یکی از باغ وحش‌ها روی داده است. این کارگر چنان وانمود می‌کند که گویا در میان آب غرق شده ایستاده است. از بین حیوانات فیل به طرف او شتافته جانش را نجات می‌دهد. سگ‌ها نه تنها دوستی خوب انسان هستند، بلکه دوستی حیوانات نیز به حساب می‌روند. در این صحنه سگ همراه صاحبش به لب دریا رفته است. یک بار آهو بچه کوچکی را در درون آب دیده به یاری او می‌شتابد. در میان این آب بوزکی افتاده غرق شده ایستاده است که یک بار خوگه به یاری شتافته او را از آب تله داده می‌برارد. صاحب این سگ میخواهد سگش را بسنجد. وانمود میکند که در میان آب غرق شده ایستاده است. سگ هم فوراً به یاری صاحبش میشتابد. در اینجا سگی که در ساحل بود در بین آب یک لاتکه را که در درونش دو سگ دیگر است را میبیند. به طرف آنها رفته لاتکه را کشیده به ساحل میبرارد.
این فیل کوچک از بی تجربگی به درون آب میافتد و از آنجا برآمدن نمیتواند و فیل‌های کلانی با تجربه با یاری همدیگر او را به بیرون میبرند. این صحنه جالب را تماشا کنید. مرغابی‌ها خوراکشون را با ماهی‌ها تقسیم میکنند. این صحنه برای ما درس عبرت است. این ویدیو توسط تماشابینان پارک ثبت شده است. خرس کوچک که در حال بازی کردن است ناگهان به آب میافتد و مادرش برای نجات او لحظه درنگ نمیکند. در این ویدیو فروشنده به بیرون میبراید و پس از لحظه باز میگردد، اما این بار تنها نیست بلکه همراهش یک دزد است. همین لحظه سگ فروشنده به دزد حمله کرده از صاحبش محافظت میکند. این صحنه نیز در باغ وحش ثبت شده است. خرس کلان برای نجات پرنده به آب افتیده کوشش میکند و به او حیاتی دوباره میبخشد. اینجا تیمساح به گورخر حمله میکند و میخواهد او را طعمه خود کند، اما این زمان اسب‌های آبی برای نجات گورخر به تیمساح حمله کرده گورخر را نجات میدهند. عجیب ترینش این است که یک حیوانی درنده از طعمه‌اش محافظت میکند. این صحنه در یکی از کشورهای آفریقایی ثبت شده است. شیر بزرگ در برابر شیرهای دیگر از این گوساله محافظت میکند. در این دنیا حادثه‌های جالب زیادی را میبینیم. تکرار می شود. پلنگ از آهو بچه محافظت می کند. این آهو بچه خیلی ترسیده است و می خواهد گریزد، اما پلنگ پیش راهش را می گیرد تا مبادا به دستی درنده دیگری بیفتد. در این صحنه این حیوان کودکش را از بلندی با این راه می فرارد. در این ویدیو روباه برای شکار مرغابی‌ها تیاری می‌بیند، ولی یکی از مرغابی‌ها که با قوت‌تر و بدیل گرده‌تر است از دوستش محافظت می‌کند و روباه را می‌گریزاند. این صحنه جالب را ببینید. این مرغک ترسانچک را دیگر مرغان برای خوردن دان راه نمی‌دهند و سگ به یاریش می‌شتابد. او کاسه دان را در نزد او نگاه می‌دارد تا دان خورده سیر شود. در این صحنه عجیب گربه در برابر سگ از یک موش محافظت می‌کند. این صحنه جالب دیگر را نیز ببینید. همه گربه‌ها ماهی خوردن را دوست می‌دارند، اما این گربه از ماهی محافظت کردن نمی‌گذارد که دوستش ماهی را آزار دهد. مارهای کابرا یکی از خطرناکترین و ترسناکترین خزنده‌های جهان به حساب می‌روند، اما باور نمی‌کنید که این مارهای کابرا را در کنار این کودک خردسال ببینید. این حادثه در هندوستان روی می‌دهد. والدین کودکشان را تنها می‌گذارند. در این زمان سگ وحشی آمده می‌خواهد که به کودک حمله کند، اما مارها به طور معجزه‌آسای آن سگ را از کودک دور کرده جان او را نجات می‌دهند. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. لایک ماندن و ابونه شدن را فراموش نکنید.